احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان با ما هستند. آقای احمدی، در مورد جزئیات این نشست مشورتی به ما بیشتر بگید. کجا برگزار شد؟ چه کسانی در اون شرکت کردند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و بیننده های شما. جبهه مقاومت ملی افغانستان به خاطر تشکیل شورای عالی جبهه مقاومت ملی نخستین نشست بزرگ مشورتی را برگزار کرد که از تمام نقاط دنیا، از کشورهای دیگر و کشورهای منطقه و کشورهای جهان مردم حضور داشتند. البته از طیف‌های مختلف بود، سیاسیون بودن، جوانان بودن، زنان بودن، مردان بودن و نماینده اقوام مختلف، زبانهای مختلف و از تمام ولایات افغانستان. یک نشست کلان و همشمول تا ما شورای عالی مقاومت به خواست مردم افغانستان و نمادی که تمام مردم افغانستان بتانن خودش در او ببینن بسازیم. و قدم بعدی چه خواهد بود وقتی که شما این افراد رو گرد هم آوردین و به هر حال یک سری چیزهای مشترکی در مورد یک سری اشتراکاتی صحبت کردید؟ برنامه‌ای که دارید چیه؟ البته این نشست ادامه پیدا میکنه و در پایان نظریات همه جمع‌آوری میشه و مطابق به این نظریاتی که جمعی از این طیف‌های مختلفی را که ما بیشتر یادآوری کردم، ما شورای عالی مقاومت جبهه مقاومت ملی افغانستان شکل میدیم رسما. پس فکر میکنید که شورای عالی مقاومت با اون چیزی که قبلا پیش بینی میشد، اینکه با گرمتر شدن هوا به طور مثال نبردها رو تشدید کنن، آیا موضعش فرق کرده؟ به دنبال راه حل نظامی نیست، بیشتر به دنبال گفتگوست؟ ما البته یک چیز باید یادآور شوم که جبهه مقاومت ملی افغانستان همیشه تاکید کرده درب ما بر روی گفتگوها باز هست، اما گزینه نظامی گزینه اصلی هست که ما داریم دنبال میکنیم. جنگ در نقاط مختلف افغانستان همیشه و روز هم ادامه داره، سنگرهای نبرد داغ هست و ما آماده هستیم از ارزش‌های مردم افغانستان، از زنان و مردان افغانستان دفاع بکنیم در مقابل گروه جاهل و ظالمی که مردم افغانستان به گروگان گرفته. اگر که این نشست‌هایی که شما گفتید همچنان ادامه پیدا بکنه، آیا شما حاضرید با طالبان هم گفتگو بکنید؟ چون طالبان هم به دنبال برگزاری یک لوی جرگه هستند و ممکنه بخوان اونها این گزینه رو در نظر بگیرن که شما رو دعوت کنن. شما یا این گزینه رو در نظر خواهید گرفت؟ اینجا یک پرسش بسیار کلان مطرح میشه. از سوی مردم افغانستان هم اتفاقا مطرح شده و از سوی کسانی که ما مشوره کردیم برای نمایندگی از مردم افغانستان از اقوام و زبانها و ولایات مختلف. او بسیار واضح است. آیا طالبان حالا لوی جرگه یا هر مجلسی را که برگزار میکنه زیر میله های تفنگ برگزار میکنه و رأی مردم به زور میگیره؟ البته اینجا رأی مطرح نیست. نظریاتی که اینجا مطرح میشه گویا اینا حکومت همه شمول تشکیل میدن. حکومت همه شمول زیر سایه تفنگ غیر ممکن است. طالبان به جز خودشان هیچ کسی را تا حال نپذیرفتند. اگر طالبان تغییر بکنه، به مردم افغانستان حرمت بکنه، به قانون و حقوق بشر احترام بکنه، زنها را احترام بکنه و حاضر شود که بریم به طرف انتخابات و از انتخابات یک حکومت به وجود بیاید، ما یک قانون اساسی داشته باشیم که با همه پرسی شکل بگیره، طبیعتاً ما آماده گفتگو هستیم. اما بدون این ارزش‌ها طبیعتاً ما نمیتونیم پا بگذاریم. بدون این ارزش‌ها، ارزش‌هایی که مردم افغانستان خواستاری هستند، ارزش‌هایی که مردم افغانستان خواستار حرمت به این ارزش‌هاست، ارزش‌هایی که ما در سال‌های پسین روش کار کردیم، قطعا نمیتونیم روی اینها معامله بکنیم. شما فرمودید که گزینه نظامی هنوز از گزینه‌های اصلی شما هست. آیا این نشست‌های مشورتی که برگزار میشه در اون این گزینه‌ها رو مطرح میکنید و کسانی که در این نشست‌ها هم حضور دارند از گزینه نظامی روی نظامی حمایت میکنند؟ اتفاقا اکثریتشان، ما میتونم بگویم اکثریتی قریب به اتفاق، چون همه میدونن طالب هیچ تغییری نکرده. شما میدونین طالب هر روز دست به جنایت میزنه. طالبا متاسفانه باید اینجا بگویم قطعات انتحاری اینا
یکی از گروه‌هایی است که پشت انفجارات قرار دارند و اعضای قطعات انتحاری اینا در کابل در خیلی از جاها را ما اطلاعات دقیق داریم سازماندهی کردن محل انفجار و رفتن خودشان انفجار دادن. اینا به هیچ چیزی تا حال باور ندارن. هر زمانی که باور پیدا کردن به زندگی انسانی، هر زمانی که باور پیدا کردن به زندگی واقعا اسلامی، اینا متاسفانه خلاف تعالیم اسلامی حتی حرکت میکنن. اینا به هیچ چیزی به عنوان هیچ ارزشی به عنوان ارزش انسانی فکر نمیکنن، به هیچ چیزی باور ندارن. بنابراین ما نمیتونیم اگر قرار باشه روی مسائل توافق نکنیم، اگر قرار باشه طالبان خودشان اصلاح نکنن، ما نمیتونیم روی یک میز با اینها بنشینیم. هر زمانی که طالبان حاضر شدن به حقوق بشر، حقوق زن و به مردم افغانستان احترام کردن، دختران اجازه باید پیدا بکنن که بروند به مکتب، زنان باید اجازه کار داشته باشند، به حقوق زنان حرمت شود، زنان نیمی از پیکر جامعه هستند. ما به خاطر مردم افغانستان، به خاطر زن و مرد افغانستان تا زمانی که به این مسائل نرسیم، ما قطعا به مبارزه گرممان ادامه خواهیم داد.